پیمانها را نقض کردید. اون پیمانها چی بودند؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. یاد کنید آن زمانی را که الله میگوید اخذنا میثاقکم، ما پیمان گرفتیم از شما، لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نکنید، خونهای خودتون را نریزید، ولا تخرجون انفسکم، و بیرون نکنید خودتون را، برادران خودتون را، من دیارکم، جلاوطن نکنید، تبعید نکنید، اخراج نکنید. ثم اقررتم، سپس شما یهود اقرار دارید که به این محاسن در تورات، در کتابهای گذشته شما پیمان بستید، عهد بستید، و انتم تشهدون، شما هم گواه هستید. گواهید اما چیکار کردید؟